سخن آخر من با این فرقه حشرکتی این است: لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. فساد تباهی نکنید در زمین، در بلوچستان، در جاهای دیگه، بعد از اینکه علمای اهل سنت و جماعت اصلاح آورد. و اما اینکه فرمودید که حشرکتی ها فساد نکنید در زمین، باید خدمت شما عرض کنم که با این حشرکت و بیسریکت و کمتر و بیشتر این مسئله فرعی هست و مسئله نافله‌ای هست. فسادی در زمین ایجاد نمیشه. فساد اونه که وقتی عقاید مردم، اعتقادات مردم نشانه گرفته بشه و به بازی گرفته میشه. کاری که برادر مرحوم شما انجام دادن در کتاب تعویضات مجربات انوریه، که این کتاب به احتمال زیاد شاید الان که برادرتون مرحوم شدن زیر نظر خود شما چاپ و نشر بشه، والله اعلم. به هر حال در این کتاب و کتاب‌های شبیه این که توسط بعضی از علما نوشته شدند و چاپ و نشر میشند و به دست مردمند و بسیاری از ملاهای تعویض نویس و تعویض فروش به وسیله این کتاب‌ها دارن ارتزاق میکنند و سر مردم کلاه میذارند و بازار تعویض فروشی گرم هست. این فساد میاره، فساد اعتقادی. و شما اگر همین کتاب برادرتون رو مطالعه بکنید میبینید که کتابی که برگرفته از کنز الحسینی است و فاقد سند اکثر اون مواردی که اونجا یادداشت شده فاقد سند معتبر هست، شما با جدول‌های عرض کنم ریاضی مواجه میشید، با تحریف قرآن، با توهین به آیات و استغاثه به غیر الله، به فرشتگان و دیگران. باید عرض شود که اگر واقعا ما برای دین خدا و برای اعتقاد مردم ارزشی قائل هستیم، حشرکت ما رو تهدید نمیکنه، بلکه این چیزها اعتقادات ما رو داره تهدید میکنه و اینها فساد است. و باید خدمت شما عرض شود که لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. بعد از اینکه علما اومدن، توحید اومد، شرک و بدعت از بین رفت، زیارت ها از بین رفتن، شما دوباره اینها رو زنده نکنید، دوباره پیری و مریدی رو زنده نکنید، دوباره عرض کنم خدمت شما قبر پرستی رو زنده نکنید، دوباره این تعویض ها رو و این افسون ها رو و این قضایا رو زنده نکنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.